سلام بچه‌ها، من محسنم. اینجا کانال رهاییه. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امروز هم مهمون نگاه زیباتون هستیم. خیلی ممنون بابت ویدیوی قبلی که حمایت کردین. دستبوس تک تکتون هستم. تو این ویدیو هم میتونید با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و اون زنگوله بغلم فعالش کن که از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. موضوعی که امروز میخوایم بهش رسیدگی بکنیم مبحث طلاق. در این رابطه دعوت کردم از یه مهمون عزیز که تشریف بیارن و تجربیات خودشون در این باره رو با ما به اشتراک بذارن. من خیلی سریع میرم سراغ اصل موضوع. بعد یه موضوعی هم که هست اینه که هر اسمی که توی این ویدیو به کار میره، این اسم صرفاً جهت حفظ گمنامی مهمانان برنامه ماست. سلام خانم لیلا، میشه خودتون رو معرفی کنید و ببینید چند سالتونه؟ سلام، لیلا هستم. 44 سالمه. خب 44 سالتونه. عرضم خدمت حضورتون که شما چند تا بچه داری؟ من دوتا. دو تا دختر یا پسر؟ دختر. این توی پرانتز من این رو هم بگم که خانم لیلا تا الان 2 بار از بحث طلاق ضربه خورده و این بحث طلاق 2 بار توی زندگیش باعث شکست این خانم شده. ما میخوایم خیلی جمع جور این 2 تا شکست رو که ایشون متحمل شده خیلی زود بررسی بکنیم. من میرم سراغ سوالایی که دارم. اولین طلاق و اولین ازدواجتون مال چند سال پیش بوده و شما تو چند سالگی ازدواج کردید؟ من 19 سالگی ازدواج کردم و نامادری داشتم بابت این که بابام زود ما رو شوهر بده. اومد به یکی که اصلا واقعا به ما نمیخورد و لایق ما نبود داد به اون. رفتیم خیلی به مشکل خوردیم. شوهرمون مصرف کننده بود، زندگیمون رو میفروخت، طلاقم از دستم در می آورد. و بعد 6 ماه دیگه ما حامله شدیم. دخترمون به دنیا اومد. به دخترمون که به دنیا اومد دیدم شوهرم واقعا به درد نمیخوره. دخترم رو از بالا پشتمون میخواست بندازه. خودم رو خیلی اذیت میکرد، چاقو میذاشت بیخرم. بابت این دیگه ما مشکل خوردیم و طلاق گرفتیم. بعد طلاقمونم 4 سال خونه پدرمون بودیم. یه داداش داشتم مصرف کننده بود، خیلی اذیتم میکرد. بعد این که 4 سال بعد این که دیدم واقعا دارم اذیت میشم، با یه نفر دیگه ازدواج کردم. بعد ازدواج فهمیدم آقا مصرف کننده است. حدوداً 13 سالم با این آقا زندگی کردم، با سختی و خیلی بدبختی شد. من از اینم یه دونه بچه دار شدم، دختر. بعد که دخترم 9 سالش شد دیدم این شوهرم هم به درد نمیخوره. طلاق گرفتم. الان که طلاق گرفتم 6 سال طلاق گرفتم. خودم دارم زندگی میکنم. خیلی آسیب دیدم. بچه‌هام هم خیلی آسیب دیدن. الان یه دختر 16 ساله دارم. اون دخترم هم کلاً فکرش خراب شده از بابت اینکه فکر میکنه من طلاق گرفتم، ولی اینجوری نیست. باباش مشکل داشت که من طلاق گرفتم. الان با دخترم خیلی مشکل دارم. از نظر روح روانی بچه‌م آسیب دیده، از فکری آسیب دیده، افسردگی گرفته، حالش خیلی خرابه. اوکی. ببین شما خب یه توضیح کلی دادین که شما 19 سالت بوده ازدواج کردی، ازدواج اولت. بعد از 6 ماه شما باردار میشی، بچه اولت به دنیا میاد از اون آقا. مشکلاتی که داشتی میگین سرقت میکرده، مشکل مصرف مواد مخدر داشته یا حالا هر مشکل دیگه ای که بوده، باعث میشه که شما به این نتیجه برسی که توی این زندگی دیگه نمیتونی بمونی و راه آخر برای شما جداییه. میرسی به بحث ازدواج دومتون که 4 سال بعد اتفاق میفته و با شخص دوم 13 سال زندگی میکنید. درست. که دختر دومتون از شوهر دومتون هم وقتی که 9 سالش بوده شما جدا میشید. ما میخوایم یه خورده با جزئیات بیشتر بررسی بکنیم این مسائل رو. این که خب علت طلاقتون هم که گفتین چه مشکلاتی توی زندگیتون بوده. ببینید اون
شما میگید زیر دست نامادری بزرگ شدید، یعنی پدر شما به خاطر اینکه شاید از سمت نامادریتون تحت فشار بوده مجبور شده اون آقا وقتی اومده خواستگاری شما بدون وارد شدن به جزئیات زندگی شخصی اون فرد با ازدواج شما موافقت بکنه. تا اینجاش قابل درک. ولی خب اون محیطی که توی خانواده داشتین، اون مشکلات و چالشایی که توی خونه پدری، توی اون دوران مجردی شما باهاش روبرو بودی، چون پشت صحنه برای ما تعریف کردی، به نظر من برای مخاطبام جذابه. یه مقدار بک میزنیم برمیگردیم به عقب، از دوران نوجوانی تا زمانی که ازدواج بکنین یه جامعه برای ما توضیح بدید. من 6 سالم بود که بابام رفت روی مادرم زن گرفت. بعد 6 سالگی ما رو ول کرد رفت. ما با سختی با بدبختی داشتیم زندگی میکردیم. تو یه جایی زندگی میکردیم که خونمون کاگلی بود. اصلا به درد نمیخورد اون زندگی. یعنی یه سره از ساعت 3 نصف شب حالی میگفتیم تا خرجی خودمون رو در بیاریم. یه جور بودیم که یعنی صبح تا شب کار کنیم فقط یه لقمه نون بخوریم اونجا گشنه نمونیم. یه جور بود که همسایه ها به ما کمک میکردن، کمک حالیمون بود، ولی پدرمون اصلا توجهی به ما نداشت. فقط در این حد بود که مثلا ما بزرگ بشیم ما رو یه جور رد کنه که بریم از زندگیش. پس شما از 6 سالگی که پدر ازدواج مجدد میکنه و همسر بعدیش رو اختیار میکنه، توی اون خونه روی آرامش رو نمیبینیم و گفتین که از ساعت 3 صبح شروع کردیم به حالی گفتن. خب ببینید، شاید این مسئله کار کردن دخترها توی خونه پدر تو نسل شما یه چیز عادی بوده، ولی خب شاید هنگام همون کار کردن، در حین همون کار کردن تو خونه پدری، مهر و محبت پدر و مادر هم در کنارش بوده. ولی خب داستان شما مستثنا از این قضیه است که خب اون پدر و مادر با هم زندگی نمی‌کردن. پدر مسئولیتش رو از خودش سلب میکنه، میره به سمت ازدواج مجدد و حالا سختی‌هایی که شما کشیدید. خب شما با این چالش‌ها روبرو شدین. خب شما تو سن 19 سالگی هم ازدواج کردین، یعنی شاید میشه گفتش که به یه بلوغ فکری مناسب رسیده بودین توی اون سن. بعد از ازدواج اول و اینکه دیدین خب اون با اجبار پدرتون بود، اون پدرتون شما رو تحت فشار قرار گذاشته بود که جدا بشی، ازدواج بکنی، بری که مثلا اون بخواد مسئولیت شما رو به گردن نگیره. در رابطه با ازدواج دوم چی؟ شما که تو زندگی اولت با اون چالش‌ها روبرو بودی، شما که تو زندگی اولت اون سختی‌ها رو دیدی، پس چرا ازدواج دوم به شکست ختم شد؟ من وقتی که طلاق گرفتم 4 سال موندم دیگه. یه بچه آورده بودم از شوهر اولیم. هر کس می اومد خواستگاری من بچه‌مو قبول نمی‌کرد. شاید بهترین آدما می اومدن ولی بچه‌مو قبول نمی‌کردن. به این صورت که بچه‌مو این یارو اومد خواستگاری من قبول کرد، من به هوای بچه‌م به این رفتم. نمیدونستم من مصرف کننده است. بعدش که رفتم تو زندگی فهمیدم مصرف کننده است. فقط به خاطر این بچه‌م بود که کسی قبول نمی‌کرد که با کسای دیگه ازدواج کنم. یعنی همون اول که این آقا میاد خواستگاری شما در جریان قرار نمیده که مصرف کنه؟ نه همون موقع مصرف می‌کرد. درست. ما می‌خوایم یه پیام برسونیم توی این چنل به مخاطبامون که می‌بینن. شما شاید خیلی معدود اتفاق میفته که یه نفر از یه مسئله 2 بار متحمل شکست میشه. یه پیام یا یه نتیجه گیری کلی یا یه بحثی. ببین شاید این ویدیو رو از نوجوان تا حالا کسایی که زندگی مشترک دارن یا کسایی که تو وهله طلاق گرفتنن یا کسایی که با هم مشکل دارن، میخوام از چکیده زندگی یه نتیجه گیری بکنی، یه راهکاری به ما بگی یا به مخاطب بگی که شاید اونایی که میخوان طلاق بگیرن، از اون طلاق گرفتن جلوگیری بکنن، مشکل دارن، با هم دیگه سازش بکنن. به نظر شما چی باعث میشه که یه زندگی
حالا جدا از مباحث احتیاط، 100% هم زندگی شما غیر از مباحث احتیاط مشکلات دیگه هم داشته که به چند تاش اشاره کرد. جدای از اون، روچهای ما، خانواده های ما توی جامعهمون چه کار بکنیم این معضل طلاق کمتر بشه؟ چکیده تجربیات شما چی؟ توصیه میکنم که به جوانایی که میخوان ازدواج کنن یا دوست پسر یا دوست دختر میشن خیلی به هم دیگه دقت کنن و آشناییتشون که با هم آشنا میشن الکی گول نخورن. طرف میگه دوستت دارم، عاشقتم، هیچ وقت گول اینا رو نخورن. کسایی که واقعا میشناسن با اونا ازدواج کنن، کسایی که نمیشناسن با اونا ازدواج نکنن، چون به مشکل میخورن. مثل من طلاق میگیرن، مشکل اینه که بچه هاشون بدبخت میشه، دوباره اون بچه ها آسیب میبینن. خیلی توصیه میکنم که فکرای دقیق بکنن که ازدواجاشون قطعی باشه. ببینین یه فیلم که ساخته میشه میان نسبت به محتویاتی که اون فیلم داشته بهش نمره میدن. مثلا میگن 6 از 10. شما زندگیت خیلی پرفراز و نشیب بوده، یعنی سختی ها، چالش های متفاوت، پشت سر گذاشتن این سختی ها خیلی کار مشکلیه. شما خودت به اون زندگی خودت، به داستان زندگی خودت چه نمره یا میدی؟ چند از 10 میدی؟ به نظر من اصلا نمره نداره، شاید 0 باشه اصلا زندگی من، چون هیچ نمره نداره. خیلی مشکلات داشته زندگی من، اصلا برای من نمیشه زندگی حساب کرد. یعنی شما میخوای به ما بگی که تمام جوونیت و عمرتو جدای از این که 2 نفر میان به چالش میکشن و اون دوران طلایی شما رو نابود میکنن، الباقی اون عمر باقی موندنم به خاطر این بچه ها شاید یه سری فرصت ها رو از دست دادین؟ خیلی گفتین با اون دختر کوچیکتون یه سری چالش هایی دارین، یه سری مشکل هایی دارین. خب چرا فکر میکنه شما مقصری؟ مگر نمیدید 9 سالش بوده، بچه که نبوده، 9 سالش بوده، میدیده که باباش مقصره، شاید 70% 80% اون مقصره، پس چرا الان مقصر شما رو میگید؟ خب فکر میکنه من طلاق گرفتم، باباش نمیاد ببینه، فکر میکنه من مقصرم. اونا رو نمیبینه که باباشو چون 4 سال من 5 سال طلاق گرفتم هنوز ندیده. از باباش مثلا بپرسه که من مشکل داشتم یا اون. باباش یه بارم نیومده ببینه این بچه رو. همش مقصر منو میدونه. خب چرا خودش نمیره؟ نمیره دیگه. میگه من نمیخوام بابامو ببینم. چون میان بهش میگن بابات کنار جوبی شده، وضعیتش خیلی خرابه. میگه برای من واقعا افت داره برم اون بابا رو ببینم. اینم بستگی به نظر شخصی هر کسی داره. شما میتونید تو کامنت به ما بگین که این گفته دختر خانمشون درسته یا نه، حق داره یا نداره. امیدوارم که هر کسی که با این مسئله روبروه یا توی زندگیش مشکلی هست بالاخره یه طوری روانشناس، کسی که توی این زمینه یه بالاخره پیشینه‌ای داره برم پیش ازش تجربه کسب بکنم. این تجربیات این خانم هم شنیدیم، در کل نصیحتی هم که کردن نصیحت جامع و خوبیه. شاید الان خیلی ها توی فضای مجازی میان ازدواجهای سنتی رو به چالش میکشن. من نمیگم که ازدواج سنتی خوبه یا ازدواج مدرن و امروزی، ولی به قول گفته این خانم لیلا، ما باید قبل از اینکه با هم زیر یه سقف بریم شناخت کامل رو از هم داشته باشیم. شناخت کامل و جامع نه بابت اینکه شاید الان یه زوج باشن 30 سال با هم زندگی کنن، بعد از 30 سال یه اخلاقی از طرف ببینه هنوز که اون اخلاق برای اولین بار داره از اون شخص میبینه. نه، خانواده‌اش، شخصیت خودش، در کل اون محیطی که توش بزرگ شده، اینا همه تاثیرگذاره. ما خیلی ممنون و متشکرم از خانم لیلا که امروز وقت گذاشتن. با اینکه خیلی هم کار داشتن من اصرار کردم تشریف آوردن، مهمون برنامه ما بودن. البته ما مهمونشون بودیم، ایشون میزبان ما بودن. و عرضم خدمت حضور شما که
امیدوارم دیگه از این اتفاقای تلخ برای هیچ کس رقم نخوره. ما واقعا الان آمار خیلی بالایی داریم تو جامعه در رابطه با طلاق. امیدوارم خیلی کم بشه این آماره، یعنی خیلی قشنگتره اون سقف بالا سره، اون دو نفری که با هم زندگی میکنن تشکیل خانواده، اینا خیلی شیرینیاش بیشتره. ما میتونیم شاید با یه دید دیگه نگاه کنیم، این تلخی ها رو یکم کم رنگتر بکنیم. از شما ممنونم که تا این لحظه ما رو تماشا کردین. قربون اون نگاه مهربونتون بشم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. از ما حمایت کنید که ما بتونیم پرقدرت‌تر درباره مسائل دیگه، معضلات دیگه، دوباره سناریوهای دیگه بتونیم فعالیت بکنیم. خیلی دوستتون دارم. در آخرم میخوام ببینم خانم لیلا صحبتی دارن. من صحبتی که برای گفتن مردم دارم، به جوانای ایران دارم، خیلی حواسشون باشه هیچکس گولشون نزنه، برای ازدواج خیلی دقیق فکر کنن، مشکل من به مشکلای من نخورن. اون بچه‌هایی که دارن واقعا اینو میبینن، به مادراشون که طلاق گرفته زیاد فشار نیارن. اون مادر ببینی چه مشکلی داشته، چه واقعا تو زندگی چه فشاری داشته طلاق گرفته. از بچه‌ها، از مادرها خواهش میکنم که واقعا برای خودشون یعنی خیلی حواسشون باشه. خیلی ممنون. من حرف دیگه ندارم. در آخرم میخوام جلوی دوربین از شما رضایت پخش بگیرم. با این حال که شما گفتی که صورتت شطرنجی بشه 100% همینطوره، ویدیو که آماده بشه آپلود بشه خود شما میتونی ببینی. ما صورت خانم لیلا رو شطرنجی میکنیم چون در همین صورت فقط ما گفتن که ما رضایت پخش کنن. اگر رضایت پخش شدن یه لایک به دوربین نشون بدین که ما با مخاطب عزیزمون خداحافظی کنیم. راضی هستیم. یه لایک هم نشون بدید. خیلی ممنون و متشکرم. به امید دیدار.